السلام علیکم گیلا. علیکم. اشتری. شکر. گیلا به تو هم میگم ما. به کی؟ به تو. چرا؟ ها. چرا تو بیری به تا معلم میگی پیار کی پاک از اوسی شنون نمیخوره. و این گپ من نگفتم. این گپ نانی تو بیامد اختلاط کرد همین دیشب بیامد به سلام گفت نیلیلا پیار کی پاک از اوسی شنون نمیخوره. تا سخته که ما به زندگی تا حال گوشتا و تدنگ و جیز پیز نکشیده. مادر معظم همه جا بیکار بیایه به سرا شما شکست خونه خوب کنه. و ها دیگه به شکست پس به دست تو لاسپیکا. لاسپیکا تو نه نتونی گپ مفت ندگی پاکه به خودتون میگذار بزنم کمال خودت بگی آفرین. با اونی یک پشبیل و تو کس کنو مادر تا سرا خوب کشیده بری. اشته مثلا بیا سیکو. اگه فقط بد کدونه که برو ریته ندگه. خو گیلا گولی اینا کوی رادازی گپا. نه سیکو تو راد از این گپار یاده من خواب به همه مردم نگفتم به نصف مردم گفتم و مدار که بیامده با مدار خوب بگو نه یا اینجا نگو میگه که چون ما به سوالات چای سیاه نمیبینیم ایوه چای سیاه به تا چایان چیز مندازیم امین نعنا بلگا بیدمشون مثلا میده میکنیم ما از روزی که بخونی از این بیامدم همه توی قزقزه شده. خب آله بو گفته و نگفته تو چرا بری به نصف مردم بگی. تو چی میفهمه؟ ما عقل و میکشه. برو گیلا اگه دفعه دیگه گوش نیدون تو بری به مردم بگی با پوشبیل سیکو با میتو تو بزنو باد کنی مگاره. خب باد کن کانی تا سر ما بگی بزن یک پوش بله انا تو که رستگی میزنی گی پا تو فکر کردی من دروخی میزنو. آره به خدا گفتم بد چیزی تو برو دیگه نشنو گیلا دیگه میشنوه مردم پیاگی پا چری با تو میگم نشنو با تو چری پیاگی پاک نون بخوره سیر شه اونا باید مادر گیلا که تاشو میره رخت لباشویی میکنه میشوره نون پیدا میکنه با میگه تا کلمه جفن میگه. کی جفن میگه؟ امین گیلا ماما تو خوب کاری میکنه که چی جفن گفته؟ میگه لیرولا از او سیشه نون نمیخوره کی به کی جفن میگه. خب گیپ جوبت تو نیایه راست میگه ماما میگه خود دروغ که نمیگه حتما همین رقم هست دیگه. با تو هم مثل ماما خود گیلا بری گپ مفت میزنی تو هم با اصلا خولا کنم بزنم به تجی نه وقت کش کدی ماما تو برو سیکلش بالا بمیجی بخی بدیدی مثل ماما ما چند تا طالب تجی دیدی که ما یکی دیون باشو آره تو بمی پوشبیل میندازه به تجی سکو گیپک راست بیده ککلونده از گشنگی سیوی نمی کنیم اکلو کری بود ول نمیداره مالی شما هانه و پیارت میتو آدم سخت آخی بچه بله بکشی که بیفتون به تنگیل های رختام لوش میشه من تو مالی بوندازو تگیرا دیگه من به طرف تو سیکنو میگم اگه بعد تو نمیای پیار تو سیر خودی چری مردم هم میگه پار میزنم با تو میگم که جیری گپ مفت نازه تو میندازو به تمی جوگی برو گیپک برو شوخی نکن برو راخو بگی برو اگه دفعه دیگه گفتی با خود خود گیره کنی دیگه خوبه چشم به چین و دنیا لی به تگ میشه دی بزنی به بلا عجی میفتی خب چطور بدیدو میگو کی به تو گفته که تو بدر شدی به کوچه جلو بچه ما چرخ دادی که پیار تو از او سرش نون نمیخوره ها من نگفتم مدر گیپک گفت مدر گیپک استباکا تو چرا بدر میشی به کوچه با پیش مردم غیق میکشی که از او سرش نون نمیخوره گردن همه بند باشه نیلی لسیکو زن تبی آمده اگر گوله میته که دیشب دیرو دم نما شما کاد که بارش بیبرید گفته که نیلی ما چون سم مامشا به تدیگ با
گوشت جیز پیز نکشیده ما چون میوه چایا میره چیز میکنه بلگا در اختر میگیره خشک میکنه من لازم تا چای بجان ساز انا ما چون چرا ما به خونی ازی الروزه که بفتادم شدی تزگیزش خودم ما با چوم اصلا زوف کردیم و گشنگی امروز شو میشد که مدار ما پیار مر به زینه میدادک این مرتکی گشنی گدای انا میلونم چکار کنم آخری از گشنگی میموریم انا شما که خال مادر گیلک شما که رخشویی میکنین اون پخته میکنین زندگی شما خیلی از ما بیترتره این ما چی رقم چه کار میکنه این پولا به سر قبرستان خو میکنه نولیلا خدا به خیر خوشی نولیلا در بدر کنه به سینیم پرپر زنه نولیلا مادر من میگو گناه داره جوانه میگو مرگ جوانی ازیشه این جوانه چیه ولی خود وزیر ازار خلوار خاک کنه مطلا که عرا تیر میشه بموره بفته وزیر مطلا چرا دروغ میگی گیلا؟ بس حالا تو دارو که چرا دروغ میگی به میتنه خو؟ زن مر به شیقی بستون که یک سال مکمل ما نازو عاشق بودیم دادگاه آلیو میای به پیش مادر تو مر نفری میکنه تو به میتنه خو چرا دروغ میگی؟ خودی تو گپ بزنم چرا خنده میکنی؟ شیقی با تو هم که شیقی میشی با نانی با کجا عاشق شده میگم من میر به تو بگم اگه می مادر تو بدر نشه به می رخترخشویی شما به خونه خود چی داری که تو بدر میشی با مردم تبرقه میگی 100 نفر ما به تو نانی تو تبرقه بگی یعنی من کی برفتم با مردم گفتم اشته بده جلو بچه مرگیری تو میده که بیا نه عجیب بابت نه بابا تازی که ما برم بگم که خونه ما هیچی نیه خمال شما چی داری اگه خیرات همین مردم همین دی نباشه به شما ندم شما چی دارین که بخورین رخت کوس از مردم به برتون اماله پیدا خود نانی من زحمت کشید پلنگ مامان اولوز استنده نه گوش کاشه گیلاک با تو چی میگم خوب گوشا خورو کو اگه یک دفعه دیگه خبر شدم به تا کوچه میگه پر ندیدی تو به تا جوی لغت میگه رخت از مردم به بر شما ادعا شما هم سعی میکنی که چی بگم گوشا خور خوب واکنی که گفتم اگه یک دفعه دیگه خبر شدم که مردم میخوان بگیری با ما بگو با گله نکنی بازی وقت سال نمیکنم که صغیری بیچاری صغیره تو صغیری مکنانی ما هسته گیلاگو از این کلانتر می تو چی بشی؟ من میرم تو پرسان کنم می چی بشی از این کلانتر؟ اصلا تو بگو شطار یا گوساله اون نه زن تو میای مادر برو کار کو از کی میمونی تو؟ کار نمیکنه من میره کار میکنه بیچاره جگر کندی رخت رخشی میکنه پخته میکنه به شکم تو میکنه تا گیت شکم میکنه برو کار کو کم خود لاغر کو دیرو گردن ما بند باشه 2 کیلو نیم مالچه چیندم گندم چیندم بردم به سرگرده بفشیدم خلاص تا گپ بگو من یک دفعه دیگه تو بگو برقک که میزنه برقک که میایه برقک به زمین میفته که میرم سیمارق میچینم میبرم میفشم به خور خور بکشتی به کل خور بکشتی به کار برو خلق منونی پیدا کو برو من هسته که زن ندارم یک وقتی اگه زن داشته باشم بله بگه گیلک بگه گوشتی همه چون سودی تغذیزه شدیم اگه شنگی بعده او زن اگر یلدی بگی برو بجام پیار مادر مینی رشتنی سلامتی چی گپوه کجا بخیر چی میرم بازار میرم میگم شما یک چیزی بگم شما چه کارا میکنی خودی میگی پاک و مادریو همین سختی میاریم به سر همین فشار میاریم به سر که میرم به خونه مردم سفرتون میکنم و غیبت میکنم و شما میگم که نولا سخته ایتونه زندگی ما خوب پیش نمیره نکنه این کارا خود نکنه خوب نیه تو چرا از من میپرسی؟ از کی بپرسی؟ تو برو با مادر خوب بگو که با خوارت یاد ده که با تا خونه مردم نرقیق نکشه یعنی می تحقیق میکشه مردم هم بدر میشن به کوچه آدم و بیا و بیشرف میکنن خب با خوار من میگه نصیحت میکنه خوار شما اگه فشار نه سختی نکنین به درد نمیخوره دنیا 2 روزه همین سختی میکنه که میره با تا خونه مردم سفرتون میکنه 30 تا پونه اختلاط میکنه با کاش که یک نفر حل ده بگه به گیلک دیونه میگه که بس گیلک بگه انگار 3 محل دیگه خبر شده تمام همین منطقه رو گیلک دیونه برات خبر کرد شما کوشیال دیگه جلو بگیرین دیگه بعده بام هر جا بریم میبینم میگم چون تو ما تو سختی چه کار میکنه فلان میکنه حاضر سه شنون نمیخوره سکو ما به تو چی میگم من سخت نیو شکر پولم دارم من با خو آینده مایم جمع کنم تمام همین دنیا رو که بخری و مو خونه بیاری بخوری اصلا معلومی نمیشه چرا باز بیامدی خندر میگیری برو تو با خوار خو بگو که بر خونه نرقیق نکشه و مردکه با فکر آینده خام است ولی به زندگی خود زار سختی نمیکنه
حداقل همون نونی همون خرج خونی خورم میده. یعنی چه کار با فکر کنم؟ زندگی خواهم آینده خواهم مردکه هسته. 24 ساعت برم رستوران بزنین شما نیارم. گردن شما بسته باشه حالا خوبم نیه بگم به شما دومات منیم بعده. چند ماه میشه به می گوش به درد شما نجوشیده. 2 ماه پیش نخریدم اینجا گوش. خوب گوش کش. او خوار ما دل نداره او خوارزاده ما دل نداره با خودش. من نمیتونم به گوش بخرم. کاکا برو خودی خوار خو گفتن که با تاسرا نره خوار خورم میفهمونو 80% شما مالامتین 20% یک خوار مالامته که میرم به خونه همسایه میگن کار زنکای دیگه. با پیش خوار خواهم بریم تو صحابه دی غیر از اینکه ابرو به تای منطقه ببرم. یعنی چی؟ جب مستد گل دار داره به دل یاران داره به دل یاران جانم دل یاران مستر گل اندام من قم کفتر عشقم بیا بشین لب بام من بین کوچه مال داشت تو سوری میکه گاهی کار میکه گاهی کنار میکه گاهی رمزونکه گاهی رمزون خیگینه بیا رمزون بیا 10 تا 20 تا اسم داری از امی دور که تو ند گفتم 20 از پیش از این تیر شم که متوجه نشه بازم میبینه میشنه میبینه یک تبرخی میگه زنی لله خبر داری چی میگه بیامده دیشب لعنه ما شما کب سلامو چی میگه؟ شوهر خو نفری میکه شوهر خود نفری میکه؟ همالی نیلیلر بدیدم اونجا مر میزنم مگه تو هم قطع منی چه نفری کنه؟ مگه گوشنگی نون بخوره سر نمیشه او بخوره سر میشه گیلا گیشته گوشنگی چه کاره؟ زن نیلیلا مدل گیپک بیامد به سلام گفته که ما دیگ ما سما میشه گوش به تا دیگ ما جیز پیز نکرده ما باشم این خیر نبینه ای ما چون مر بستنده ما چون گوشنه ما بمردیم از او بخوره سر شه نون نمایه آها تا نمیفهمی گیلا که مطال چی رقم بگی به او سیرش یاد نونه نمیکنه آفرین نمیته فقط تو هم امرنگ چیز گپ میزنی خب حالی گپا چی ربطی داره به تو؟ نه گفتم تو بگو زن تو با یک وقت نره نگه به مردم حالا گپ ازی بزن که زن نورالله بیکار بیده بیامدی گپ به تو گفته یعنی به پیش مادر تو اختلاط کرده تو باید حلقی کردی به گوش خو کردی به کوچه ها پس نه خب من پیش نانه خوشیشتی بیدن لنگ جلاب خور میداختم اختلاط میکرد به تبوس سرخ و جراب گیلک که؟ همی سرکله خود کامل واس کو تو سیبو کو ای شلوار سیکو ای کوشار سیکو همال نیه همال همی کوشار خور اپا پران اجیرا به کی میده؟ پیران اجیرا به پیران میده امام نوروز اما نوروز آه پیران مامان نوروز آه چرا پیران مامان نوروز خب با سرای نانه ما کار میکنن نون پختای نان که بگرفته نون پختای نان که خب بشده یک چیز دیگه ما به تو بگم ما خوش ندارم که مثلا به تو تانه و تبرقه بگم یا مثلا تو خار زنم همین مادر تو به سرا مردم نون پخته و رخشویی میکنه تو با به نورالله و زن رخشان میکنی اونا رو به تعدیبیاب میکنی ها نه خب نانه من نون پخته میکنیم من کی گفتم ما از او خور سرشیم انون بخورین سرشیم اصلا تو خود خورسه ای بگو براده به همسایه خورسه کو کاکای بیکار نی برار چه کار کنم همین تشونا ما کنیم بخورم تاشونا تو رن 10 تا کیسه مال بیای اگه چرکای تا به نمازدگار نام که شراد مریله کرا زن نورالله و نورالله هم یله کو با متشی بونو من نمیشیره پاکشون موترشوی هم که از ریپه بدی تل اول طور با نوبت بگیره همه جمعه دیگه به سیری پیشیش من خوب جمعه فریقی بیده کاکای من منطقه بگیره با کل من فش فشک مستون گل باشو یار گیلک کل ما باز گل باشه دسته در آبی تو آه خدا برو بخیر بشی خدا حافظ